بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در مورد شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظمی تبریزی که زندگیشون سرشار از الگوسازی و ساخت جامعه و تربیت طلاب و نشان دادن راه برای مؤمنین بوده، بسیار مشکل است که در انسان در چند دقیقه‌ای که محدود هست بیان کنه. قال الباقر علیه الصلاة والسلام: عالم ینتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. 40مین روز رحلت جانگداز استاد عزیز آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی را به همه شیفتگان، ارادتمندان، علاقمندان و مقلدین اون عزیز از دست رفته تسلیت عرض می کنم. چون بناست که به حول و قوه الهی این شخصیتی که واقعا عمر خودش رو در راه تثبیت مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین فدا کرد و شب و روز در عشق به ولایت اونها سوخت، صحبت بشه، خب شخصیتی مثل ایشون طبیعی است که با این ویژگی بالا و خصوصیات بسیار معنوی بالا زمین سازش باید در دوران طفولت و کودکی باشه که در مورد شخصیتی مثل ایشون مصداق همین امر هست که ایشون که از بدو طفولیتشون ویژگی‌هایی داشتن که مخصوص به خودشون بوده که سرمنشأش همون کسب معنویت و کمال بوده که ایشون رو همواره همراهی می‌کرده تا به این مقام والا رسیدن. خب ایشون بعد از گذراندن دوران ابتدایی در مدرسه و راهنمایی و رسیدن به مرحله نظری در تبریز، بنابراین میشد که کلاس موسیقی به برنامه‌های کلاس اضافه بشه و چون ایشون با همون معنویات بالا میزیسته و روزهاش رو میگذرونده، وقتی که کلاس موسیقی برگزار میشه کلاس به واسطه ایشون به هم ریخته میشه و از همونجا مدرسه رو ترک میکنن. و مدیر مدرسه و بعضی از معلمین به خاطر اینکه ایشون رو امید بهشون داشتن، به واسطه نبوغی که داشتن پدر پیش جد ما میان، یعنی پدر حاج آقا میان و ازش خواهش میکنن که به فرزندتون بگید برگردن. پدر ما میگه نه، من اگر بناست که درس بخونم باید در محیطی سالم، صحیح، با صفا، صمیمیت و با نورانیت اهل بیت و تدین باشه، لذا من حاضر نیستم به اون مدرسه برگردم. در حال ایشون توکل به خداوند متعال مراحل درسی رو طی میکنن تا به قم میان و از قم هم به نجف اشرف میرن که حالا خودش بحث مفصلی دارد. من میل دارم درباره استاد بزرگوارمون در 3 نقطه صحبت کنم. بخش اول مربوط به دوره است که ایشون در نجف زندگی میکردن.
مرحوم آیت الله العظمی تبریزی پس از اون که در قم چندین سال به تحصیل علوم دینی اشتغال داشتند، برای تکمیل مقامات علمی خودشون به شهر مقدس نجف اشرف و جوار بارگاه امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف میشن. شهر نجف و حوزه علمی نجف اساتید متنوعی داشت و اختیار انتخاب استاد به عهده شاگرد بود، همونطوری که در حوزه های علمیه هست. مرحوم میرزا در آغاز ورودشون تعدادی از اساتید و در درس های این اساتید حاضر میشن، در میان اونها بهترینشون رو انتخاب میکنن و سالها در پای درس اساتید درجه 1 نجف حاضر شدن و از دریای علم اون اساتید استفاده کردن. اون چه که من تأکید روش دارم و میل دارم به دوستان حوزوی خودم منتقل کنم، اون بود که این است که ایشان مراحل علمی رو پله پله طی کردن، هرگز در پی پرش از مرحله به مرحله دیگر نبود. در دوره نجف، در اونطوری که مطلع هستن بینندگان عزیز، در سال 1970 میلادی رژیم بعث عراق بر حکومت عراق مسلط شد. روز به روز فشارهای زیادی بر حوزه نجف وارد کرد، به گونه‌ای که به تدریج از طالبان علم نجف کاسته شد. بسیاری از نجف گریختند، فرار کردند، گروهی به زندان افتادند. ولکن بسیاری از مدرسین و علمای نجف این احساس وظیفه دینی رو و شرعی رو کردند که موندنشون در نجف یک وظیفه دینی. از اشخاصی که این وظیفه رو به نحو احسن انجام داد مرحوم آیت الله العظمی تبریزی بود. در شهر نجف و در حوزه علمی باقی ماند، مشکلات زیادی را تحمل کرد، فشارهای رژیم بعث رو تحمل کرد، با تمام فشارها به درسش ادامه داد. از سفر به کشور و دیدار با فامیل و اقوام محروم شد، سالیان سال محروم بودند. در عین حال تحمل کرد برای اینکه پایه‌های حوزه نجف برقرار باشه، بتونه خدمتی به تشیع کرده باشه. ولکن این تحمل حدی داشت، تا اینکه در یک مرحله ایشون فرمودن دیگه من نمیتونم بیش از این تحمل اهانت‌های رژیم بعث رو بکنم. به گونه‌ای که دیگه فرمودن من مطمئنم خود امیرالمومنین سلام الله علیه این مقدار ذلت رو در برابر بعثی ها راضی نیستند. استخاره کردند که هجرت کنند، بسیار جواب مناسب آمد. وظیفه خود ایشون دانست که برن به حوزه علمی قم و بتوانن خدمات خودشونو و علم خودشونو به اونجا منتقل کنند. ایشون پل بود، پل ارتباطی میان دو حوزه کهن. مرحله دومی که میل دارم میخوام سخن بگم درباره ایشون، مرحله بود که در قم تعبیرم این است که این پل ارتباطی برقرار شد و شخصیتی مثل مرحوم آیت الله العظمی تبریزی اون چرا که در نجف بود و اگر طلاب میرفتن فکر نمی کنم بیشتر از اون چیزی که این استاد بزرگوار برای ما به قم آورد میرفتن در نجف استفاده میکردن. یعنی کار همه رو آسان کرد. خدمت بزرگی که این استاد به حوزه علمیه قم کرد همین بود که مکتب نجف رو به ارمغان آورد برای حوزه قم و راه رو نزدیک کرد و زحمات همه رو کم کرد.
چند نکته بود بسیار مهم. تأکید ایشون بر درس، تأکید ایشون بر وقت طلاب. در طول این مدت همواره درس و آموختن و یاد دادن در درجه اول قرار داشت. از راحتی و سلامتی خودشون میگرفتن به خاطر اینکه بتونن شاگردان رو تربیت کنن. حقیقتاً جای تأسف در این روزهایی که پس از درگذشت این بزرگوار گذشته انسان جای تدریس ایشون رو خالی میبینه. پیش از این محل تدریس ایشون موج شاگردان اونجا رو فرا گرفته بود و هر روز در ساعت معینی ایشون در منبر تدریس بیش از 1000 نفر از شاگردان مکتب علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو سیراب میکرد از دریای علوم خودش. خدمات بزرگی که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله العظمای تبریزی داشتند عرضه کتاب‌های علمی مختلفه به جامعه اسلامی که در زمینه‌های گوناگون این کار انجام شده. بعضی از اونها تخصصیه، بعضی از اونها عمومیه. در زمینه عمومی خب طبیعتاً توضیح المسائل هست به چند زبان، به زبان فارسی و به زبان انگلیسی و به زبان اردو که البته در ادامه این کار به زبانهای مختلف دیگه هم که زبان ترکی هم داشتیم، به زبانهای مختلف دیگه هم کار ادامه داشت که منجر شد به رحلت این بزرگوار. استفتاحات فراوانی که از اقصانقاط عالم و خود شهرهای کشور میشد، باز اینها جمع‌آوری میشد. استفتاحات رو ما چاپ میکردیم و در معرض استفاده عموم قرار میدادیم. استفتاحات فارسی 2 جلد چاپ شد. استفتاحات عربی که به بیش از 10 جلد رسیده است به نامهای مختلف چاپ شد که معروفش کتاب صراط النجات هست. استفتاحات عربی رو شامل میشه که ملاحظه میفرمایید بیش از 10 جلد تقریبا هست. باز رساله های عربی دیگر ایشون المسائل المنتخبه رساله عربی است. استفتاحات حج برای حجاج جداگانه چاپ شده به فارسی، همینطور به عربی. کتابها موضوعی است، یعنی در یک موضوع خاص تدوین شده، مثل فقه المؤمنات که احکام بانوان به عربی، به فارسی باز احکام بانوان داریم، احکام جوانان و نوجوانان هست
مسائل پزشکی جداگانه چاپ شده و کتاب‌های دیگری مثل مناسک حج به فارسی و به عربی جداگانه چاپ شده. کتاب‌هایی در قالب جزوه‌های کوچک که بسیار راحت باشه استفاده اون برای اهل فن، خصوصا فضلا و طلاب، تا میرسیم به کتاب‌های تخصصی حوزوی. در زمینه اصول کتابی است به نام دروس فی مسائل علم الاصول که 5 جلد، در واقع یک دوره کامل مباحث خارج اصول هست. همینطور کتابی دارند تحقیقی که این هم باز خارج حج است، به عبارت دیگر در رده بسیار تخصصی بالاست. التهذیب 3 جلد درباره مسائل حج نوشته شده. باز کتاب دیگری هست به نام مبانی الاحکام، یعنی مدارک احکام فقهی و مسائل فقهی، مبانی و ریشه های مسائل فقهی در زمینه های مختلف که خب این تقریبا حدود 10 جلدش تا به حال چاپ شده. این اندازه‌ای که بنده الان توضیح دادم کتاب‌هایی بود که تا حالا چاپ شده. بعضی از کتاب‌هایشون هم کتاب‌هایی است توضیحی نسبت به کتاب‌های مادر و مأخذ. دفترهایی که ایشون مطالبشون نوشتن فیلم برداری کنن، ملاحظه خواهند فرمود که حجم بسیار سنگینی نوشته هایشون رو تشکیل میده که بسیاریش چاپ نشده، که یک نمونش انشالله کتاب رجال ایشون خواهد بود که داره پیگیری میشه و انشالله چاپ بشه. حدود 30 جلد فقط دوره رجال ایشون خواهد بود. با چاپ بقیه دست نوشته های ایشون ما این کتاب ها رو بتوانیم به آمار بالا در حدود 70 جلد انشالله برسانیم. ببینید آیه از قرآن رو من تلاوت میکنم، بینندگانمون به این آیه دقت میفرمایند و بعد میخوام عرض بکنم که مصداقهای بسیار زیادی در میان انسانهای الهی داشتیم برای این آیه شریفه. در درجه اول انبیا و اولیاء ائمه، در درجات بعد مردان الهی، این گونه انسانهای خود ساخته. اون آیه اینه: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردان الهی مردانی اند که هیچ چیز اونها رو از راه خدا و یاد خدا باز نمی دارد. یعنی علاوه بر این که اونها به زندگی عادی خود مشغول هستند، عابد و زاهد و بیابان نشین نیستند، راهب نیستند، در متن جامعه هستند، از نظر ظاهری همانند دیگران هستند، تلاش عادی خودشونو دارند، ولی این زندگی عادی اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. من میتونم یکی از مصادیق بارز این آیه رو شخص استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله العظمای تبریزی بدانم و بگم که ایشون زندگیش واقعا همینطور بود. بعضی از انسان‌ها هستن که زندگی عادی دنیا، مشغله ها، کار و کسب، زن و فرزند، شهرت، ریاست، اونها رو مشغول میکنه، دیگه چیز دیگر رو نمیبینن. اما مردان الهی هیچ چیز اونها رو از این هدف اصلی باز نمیدارد. یعنی پس پرده نگاهشون به چیز دیگری است و اونقدر قدرت نفسانیشون زیاده که هیچ عاملی غالب بر اراده اونها و هیچ عاملی مانع از رسیدن اونها به پروردگار متعال نمی شود. یعنی همه هم و غمشون یک چیزه: خلوص، برای خدا قدم برداشتن، هیچ چیزی غیر از خدا رو ندیدن.